وطن سر می شود از گاهواره ز شیری پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. سلام و درود پر از مهر و محبت ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدری برنامه آفتابباران. یکایک شما را با 28مین سالگرد استقلالیت دولتی و با استفاده داده شدن چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون مبارکباد میگوییم. واقعا در برنامه‌های گذشته درباره موضوعهای وطن دوستانه و بخشیده به تاجیکستان و وطن با شما صحبت‌های پرمحتوا آماده کرده بودیم، اما امروز خواستیم در این سنه مهم تاریخی بی‌طرف نمانیم و برنامه امروزه را با موضوع وطنداری بخشیده کردیم. در برنامه امروزه ما نامزد علم‌های فیلولوژی استاد نورعلی نورزاد حضور دارند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. در برنامه‌های قبلی بخشیده به وطن و تاجیکستان و مقدسات آن سلسله برنامه‌ها آماده کرده بودیم، ولی خواستیم با 28مین سالگرد استقلالیت دولتی باز یکی از شعرهای استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمایید تا بینندگان گرامی ما تحفه باشد. در آغاز قرائت میکنم، ثانیاً صحبتمان را ادامه خواهیم داد. چو یک پیر خرد میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشود بارم. درخت بشکند گویی میانم بشکند ایداد، چو فکری بی غلط باشد شود افکارم. استاد در پارچه اول شعر، درباره پارچه اول شعر فکر و عقیده های خود را بیان میکردید. میگفتید که در قسمت دوم شعر درباره موضوعهای وطن دوستانه فکر و عقیده های شاعر بیان شده است. پس پیوست نمودن دو مطلب به شاعر چه خیلی امکانیت ها داده است؟ تشکر. من هم در آغاز میخواهم همه مردم شریف تاجیکستان رو با این رویداد نادر تاریخی به مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه برق آبی راغون تهنیت گویم. واقعا این واقعه نادر عصر ما هست و میگویم که وطن احسان بچونت مبارک، سعود وخش و جیهانت مبارک، همایون باد این سال و ماه نور، شبی میلاد راغونت مبارک. و استاد لایق هم در زمان خود یکی از اون معتقدانی بودند که آرزوی و آرمان همین بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را داشتند که در چندین اشعارشون اشارت هستند به این مطلب ها. و واقعا بنیاد نیروگاه برق آبی راغون یک کارنامه نادری وطنداری و وطن دوستی است که پیش‌ازما با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان و تمام مردم تاجیک تکیه میکند که این واقعا برای فردای درخشان تاجیکستان حکایت میکند. و اینجا در این شعر هم که تعریف شما فرمودید، واقعا در وقتی شروع میشد با همین بیت چو یک پیر خرد میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشد مارم. و البته در ادامه ما میبینیم که اینقدر افکار وطن دوستان در اینجا مجسم است، چون که نقطه اوج همین شعر تلقین وطنداری است. و در اینجا وقتی سخن درباره پیر خرد میرن، یعنی اونهایی که شخصیت هایی که مثلا وطن میسازن، وطن میآفرن یا وطنداری یا تلقین میکنن، پیش از همه اهل خرد هستند. یعنی چون که ما میگوییم که در حدیث پیغمبر هم هست که وطن دوست داشتن وطن از ایمان است. و برای یعنی استاد لایق ببینید که وقتی که یک پیر سخن درباره پیر خرد میرد، مثلا در شمول پیر خرد، پیران خرد، مردمی مثلا دانشمند و فرهیخته و آزاده و مثلا شاعر و عالم و همین دانشوران هستند که اینها بر اصطلاح در زیر مفهوم پیر خرد مجسمند. واقعا ابوالمعانی بیدل هم میفرماید که مرگ صاحب دل جهان را دلیل کلفت است. یعنی در اینجا هم استاد لایق به همین مطلب اشاره دارم که یعنی اگر یک پیر خرد از جهان رود، برای من یک فاجعه بزرگ است که مثلا گمان میکنم که تمام آثار من از وجود هم وجودی من، یعنی اینقدر برای خودم یک با درد قبول میکنم. و اگر میگه یک همسال، البته معلوم است که این شعر در ایام جوانی است که سال 1980 نوشته شده است، یعنی زمانی نسبتا جوانتر بودن استاد.
و از نظر افاده به همسالم یعنی گرانتر میشود بارم با معنی که یعنی در سوگ همسال خودم یا جوان مثلا سخن یافته نمیتونم. یعنی اینها اینجا یک افاده هم پیر و جوان یک مفهوم ها یا کسانی هست که برای افاده عموما مفهومی مثلا خود جامعه یا مردم تلقی میشن و در ادامه ببینید یک در برابر این یک احساسی گرمی مثلا انسان دوستی این خود سلایق روشن میشه که با ما هم مثلا یک تلقی میشه که باید همگونه باشیم. یعنی هر چیزی که یعنی در زندگی هرگز نباید بی‌طرف باشیم. با هر حادثه و رویدادی که میشه باید ما موقع خودمون بیان کنیم. ببین میگن که حتی میگن که درختی بشکند گوی میانم بشکند ایداد چو فکر بر غلط باشد شود افکارم. حتی یعنی یک افکاری اول به معنای افکار به معنای مثلا چی میگن واژه مثلا فرو پاشیدن به معنی یا مثلا یعنی افکاری نادرست میشه. یعنی چقدر من تاثیر میکنه با فکر من هم همون بیان غلطی که گفته میشد با فکر من هم تاثیر میرسونه. یعنی من از یعنی به معنی که چقدر با من یک بیان غلط اصلا لایق یکی از دانندگان نادر زبان ما بودن برای همین هرگز و خودشون هم رئیس بنیاد زبان بودن و سالها برای پاکیزگی زبان خدمت کردن که همینجا اشاره هم برای همین هم هست. و ببینید که یک حسیاتی که مثلا حتی اگر میگن یک درخت شکننده که من فکر میکنم که میان من شکست. این یک حالتی که یعنی انسان برای چون که میگن که مثلا درخت هم جان دارد. یعنی ببینید که این مفهوم های مثلا زندگی به تدریج در این شعر تفسیر میشن که یعنی نباید انسان و یعنی همین مفهوم ها زندگی وطن مثلا مملکت همین کشور همه چیز با وجود میبرن و در ادامه میگن که اگر پای کسی لرزید خون دل خورم شبها که گویی من خطاکارم که گویی من گناهکارم. یعنی حتی با خطاگی های دیگران من بی‌طرف نیستم. من گمان میکنم که اگر کسی خطا کرد یا مثلا اشتباه کرد و با راه نادرست رفت من قبول میکنم که خطاگی من کردم. این بسیار در درجه عالی انسان دوستی است، انسان پرورانه است که مثلا میگه که ببینید چون من از تخم دهقانم بسازد تا همه کشتش نبارد ابر اگر باران سرش از ایده میبارد. ببینید یعنی من همون دهقانی هستم که در فکر همیشه در فکری و از دانه و مثلا سبزیش و رویش دانه است و شکوه و شکوفایی مهنت دهقان با باران وابستگی داره. ببینید اینجا ببینید یک نکته خیلی عجیب است که حتی به همون اگر سالی که مثلا خوشحالی آمد من اگر باران نشد من حتی از دیدم سرش میبارم به دو معنی است. یک معنی که مثلا من رنج میخورم اذیت میکشم من از دیدم سرش میبارم تا که باران شود و همون سبز ماند. این یک هم هنری بلند شاعری و هم درجه عالی انسانیتی انسانگرایی اصول لایق مجسم میکنه. تشکر. من اون جانبازی دورانم من اون دلسوزی یارانم کشم آزار از صد مور و موری را نیازارم. در این پارچه میخواستم با اندیشه های شما رو دانسته باشم. ببینید که اینجا دوامی هم مطلبی بالا است. یعنی من میگم جانباز دوران من یک شخصی زمان خود هستم که برای یاران خودم من دلسوزترین نفر هستم. برای همین اگر اگر مثلا میگه که از یک ماری مثلا به من زهر زند من حتی موری رو نمی‌بینم. یک بیان شاعرانه است که من مثلا رنج و اذیت همش به خود میگیرم اما میکوشم که کسی را نیازارم. و حتی ببینید اکنون مرحله بسیار حساسی مثلا یا نقطه اوج بیان اندیشه های وطن دوستانه اصول از همین جا شروع میشد. یعنی ببینید که همین یک رکن های آیین وطنداری همین است که ما همیشه در فکر دوستی و رفاقت با هم باشیم. یعنی در فکر آزار نباشیم بلکه مثلا در فکر ساختن و آفریدن و دوستی و رفاقت همین محبت همین وحدتی که ما میگیم از همین سرچشمه میگیره. وقتی که مثلا ما در همین رنج و اذیت هایی که دشواری که مشکلاتی که در سالهای 90 در جامعه ما ایجاد شد این با همش سرچشمه‌اش همین نافهمی بود. یعنی همین نافهمی باعث شد که هم ملتان ما مثلا در پی آزار همدیگر شدن. و ببینید میگن که اگر یک لحظه ناشکری همین دور و زمان باشم سیاه بختم سیاه روزم سیاه رویم سیاه کارم. یعنی هر لحظه و در نهایت همین جنبت میگه که باید هر لحظه که هست
همین نزدیک است باید ما شکر کنیم. امروز مخصوصا همین بیانات بسیار مهم برای جامعه امروز است که باید هر یک نفر شهروند تاجیکستان برای خودش این شعار کند که من ببینید پیشوای ملت هم همیشه در همه سخنرانی‌های خودشون تاکید میکنن که باید ما به قدر این وطن رسیم، به قدر همین لحظه شکرانه همین دور زمان کنیم، برای که در حقیقت در دوام 28 سال تاجیکستان باید یکی از کشورهای پیشقدم تبدیل شود. این در نگاه تاریخ فاصله مثلا 28 سال شاید یک فاصله کوتاه است، اما اینقدر بله اینقدر مثلا پیشرفت شد که ما واقعا شکر کنیم. مثلا یک مثال میبرم، من همین بنیاد دو نقبی بزرگی که قسمت شمال و جنوب پیوست میکنن، وقتی که مثلا جمهوری اتحاد شورای پاش خورد و همه جمهوری ها مستقل شدن، ما میدونیم که مناسبتی مثلا سالها مناسبتی ما با جمهوری ازبکستان چی بود؟ راهها که بسته بودن، مثلا سفر با توسط ویزا بود. چقدر مثلا در زمستان مردم در این عقبه ها مثلا جان باختن، چقدر اذیت کشیدن. مثلا اکنون امروز باید ما شکرانه کنیم که همین نقب ها شدن که مردم به راحت مثلا میرن با تمام منطقه تاجیکستان سفر میکنن و در برابر این مناسبت ها با جمهوری ازبکستان نقض شد که مثلا علاقه این از همه جهت راه ها باز شد، از همه جهت امکانات ها فراهم اومد. و ببینید برای همین که اگر ما هم استاد داریم که اگر ما برای همین لحظه اگر یک لحظه ناشکری همین دور زمان باشم، اگر یک لحظه ناشکر نمید از من سیاه بختر و سیاه رویتر نیست. ببینید همین یک چندین صفات های آورده که با ما هم مثلا تاکید میکنه باید ما شکرانه همین لحظه کنیم و جنبستی غزلا بسیار یک جنبستی زیبایی تلقین کننده آیین وطنداری است. میگن که به غربت دیده ای بس بی وطنهای حقیر و زار، هزاران شکر کردم که وطن دارم. یعنی یکم که من شکر کنیم که مثلا ما وطن داریم که نام تاجیکستان از خود استاد در جای دیگر میگن که یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست، عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. این بهترین شعر وطندار است. ببینید ما واقعا اینجا بسیار کشورهای هستن که مثلا مردمی هستن که در کشورهای مختلف زندگی میکنن وطن ندارن و متاسفانه امروز هم مثلا ما میبینیم که بعضی شهروندای یا مردمی مثلا شهروندای خودمون مثلا مخصوصا همون اونهایی که با نام پیمان ملی میسازن و دیگر تشکیلات ها از خارج استفاده مثلا برای در نسبت وطن خودشون بدگویی میکنن که این من اصول لایقم. البته در نسبت همین کسایی که مثلا اینها واقعا نفرای افرادی بی وطن هستن. ببینید به غربت دیده ای بس بی وطن های حقیر زار، وقتی که من همین میبینم شکر میکنم که من وطن دارم و وطن دارم. واقعا اصول یکی از چهره های عالی با شعرشان، با سخنشان، با عملشان یکی از شخصیت های وطندار بودن که من حتی در زمان سالهای جنگ شهروندی هرچند که مثلا گروه ها مثلا از شهر دوشنبه ترک کردن رفتن، اما اصول مثلا یکی از اون نفرانی بودن که همیشه با وطن بودن و خودش میگه همیشه با وطن. همون شعر استاد توتون دادم واقعا خیلی و برای همین در جنبه است هم مثلا ما دعوت میکنن که همین بیتی آخری این غزل واقعا باید یک شعار برای تمام مردم تاجیکستان باشد که ما باید شکر کنیم که وطن داریم و این وطن دوست داریم. وطن البته من جناب عالی در همین ملاقات‌هاشون که در سفر کاری در ولایت سرخ چندین بار تاکید کردن که البته کمبودی هست، مشکلات هست، با تدریج برطرف می‌کنیم. یک بار مثلا همین حتی میگن که امریکا هم یک بار ساخته نشد. برای همین ما وطن ما با هر چی هست چگونه که هست همین وطن ما هست، باید ما قبول کنیم، اینو دوست داریم. مثل اینکه مثلا هرگز اگر پدر یا مادر مثلا اگر یگان فرض کنیم بیمار باشن یا یگان کمبودی ظاهری یا چیزی باشن، ما یگان وقت هیچ کس مثلا از بری بنده نمیگذاره کنیم. این وطن هم خیلی است، یعنی هر چی هست این وطن ما است، با کم و بیشش ما اینو قبول کنیم، دوست داریم و کوشش کنیم که با تعبیر استاد لاهوتی که هر شب ز خدا بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی به مردم کنی. یعنی برای وطن هم باید ما فکر کنیم که مثلا هر کس از روی ظرفیتش باید خدمتی کند، کاری کند. انا وطنداری همین است. تشکر استاد عزیز. شما رو نیز با 28مین سالگرد استقلالیت دولتی و با استفاده داده شدن چرخه دومی
نیروگاه برقی آبی روغون مبارکباد میکنیم و برای صحبت پرمحتوا عرض سپاس میکنیم. واقعا سرشار موضوعهای وطن دوستانه را در اشعار استاد لایق خیلی زیاد دریافتن ممکن است که در تربیت نمودنی نسل نورس در روحیه وطن دوستی خویشتن شناسی مساعدت میکند. باری دیگر خوش آمدید استاد عزیز. تشکر برای صحبت پرمحتوا. این عمر که چون آبی روان میگذرد، از رهگذرش پیروی جوان میگذرد. هرچند تو آهسته وفا صرفه کنی، پنهان و عیان و برقسان میگذرد. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه آفتابباران را حسن انجام میبخشیم. در پایان برنامه تمنا میکنیم که در هر لحظه عمر داده شده برای آباد گشتن وطن خویش سهم ارزنده خویش را گذارید. تا برنامه های آینده خیر عزیزان، تن صحت و خون آباد بمانید.